مذاکرات ایران و آمریکا. بیایم ببینیم پیش بینی هوش مصنوعی چیه. برای این کار 4 تا سناریو مشخص میکنیم و از 4 تا هوش مصنوعی مختلف میخوایم که به هر سناریو وزن بده. سناریوی اول یک جنگ تمام عیاره، سناریوی دوم یک درگیری محدوده، سناریوی سوم یک توافق محدود مثل برجامه و سناریوی چهارم یک توافق جامع و رفع کامل تحریم هاست. اول از همه میریم سراغ چت جی پی تی و این دستوری که این زیر براتون نوشتم و براش ارسال میکنیم. همینجوری که توی تصویر میبینید چت جی پی تی به یک جنگ تمام عیار 10% وزن داده، به یک درگیری محدود 30% وزن داده، به یک توافق محدود مثل برجام 40% وزن داده و به یک توافق جامع و رفع کامل تحریم ها 20% وزن داده. پس از نظر چت جی پی تی محتمل ترین حالت یک توافق محدود مثل برجامه. برای دومین هوش مصنوعی میریم سراغ کوپایلوت مایکروسافت و همینطور که توی تصویر میبینید هوش مصنوعی کوپایلوت بیشترین وزن رو که 50% به یک توافق محدود مثل برجام داده. هوش مصنوعی سوم که دیپسیکه اون هم بین 40 تا 50% به یک توافق محدود مثل برجام وزن داده. هوش مصنوعی چهارم گروک مایکروسافته که دقیقاً مثل چت جی پی تی به همه سناریو وزن داده و از نظر اون هم محتمل ترین حالت یک توافق محدود مثل برجامه. حالا تو هم نظرتو برام کامنت کن. من توی پیجم بهت یاد میدم که چجوری از هوش مصنوعی سوال بپرسی که جوابهای دقیقی دریافت کنی. برای این کار فقط کافیه که وارد پیج من بشی و هایلایت نارنجی رنگ رو نگاه کنی.